من به نظرم جالب نیست که یا آقایی بیاد بخواد میخوام زیپ شلوار یا کمربندشو باز کنه یا بخواد به جایی اشاره کنه شرمنده. فکر من با سوسیس خورد نمیشه. پویا عبرتت میشم، نه دعوا، عبرت. 35 روز دیگه. حالا وایسا. نگو، فوش نکن، فوش نده. سلام دوستان، به چنل یوتیوب خودتون خوش اومدید. توی این قسمت مثل همیشه میخوایم به حواشی‌ها و پشت صحنه‌های عشق ابدی فصل 3 بپردازیم. پس لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و با ما همراه باشید. یکی از قسمت‌های بامزه قسمت‌های قبلی دعوای پویا و فرزام بود. داستان از این قراره که فرزام از آشپزخونه یک کالباس برمی‌داره پرت کنه سمت پویا که پویا جا خالی میده و کالباس به صورت ساناز میخوره و اینم واکنش خانم دکتر. شاخبازی میکنی سر داد بزنه حامله میشی. باشه مادر دادی. بیا اصلا وسط فرشته بزن منو. خوبه بالا شهر تهران بزن منو. اصلا چرا من نیست شما عذرخواهی میکنم. من به خاطر خانمای جمع ساناز خواهر منی. سوسیس تو صورت من عذر میخوام باعث شد. این حرفو تو نه دیگه چون منم نزدیک باشه عزیزم بیا همه رو سکته همایون خانمای جمع. تو حرف از احترام به خانما نزن. تو نه شما بابا بگو دهن دادت کن. تو اینجوری‌ها سفید نمیشی. 30 کیلویی. دعوای بهادر و فرزام و نازنین یک با پویا خیلی بالا گرفته و تمام بیننده ها هم طرفدار پویا هستن و به گروه بهادر لقب کفتارها رو دادن. پویا تو یکی از اپیزودا اومد به بهادر گفت تو آخه چه مردی هستی که جلوی خانوما به پایین تنت اشاره میکنی که حسابی بهادر رو سنگ روی یخ کرد. آقای بهادرم خیلی دغدغه خانوما رو داشتن. نظرم جالب نیست که یا آقایی بیاد بخواد میخوام زیپ شلوار یا کمربندشو باز کنه یا بخواد به جایی اشاره کنه شرمنده میزنم. دعوای بهادر و فرزام و نازنین یک با پویا خیلی بالا گرفته و تمام بیننده ها هم طرفدار پویا هستن و به گروه بهادر لقب کفتارها رو دادن. پویا تو یکی از اپیزودا اومد به بهادر گفت تو آخه چه مردی هستی که جلوی خانوما به پایین تنت اشاره میکنی که حسابی بهادر رو سنگ روی یخ کرد. پویا جان در فضای آروم صحبت. اگر من بخوام نقش عصبی بازی‌ها رو در بیارم و برم من بعد از استاد حال نمی‌کنم عدن نگینو. اگر کاپ تو چشام نگاه کن با من حرف می‌زنی. حال نمی‌کنم عدن نگینو تکرار نکن. شما الان حال نمی‌کنم عدن نگینو. الان که کردم. من اصلا دارم میاد بالا. پویا من بهادر نیستم. من با نفس نه من با فک. چیکار می‌خوای بکنی؟ نکنه. نکش من عصبی می‌کنی. منو عصبی نکن. پویا یه لحظه بیا. نه احترام نذاری. بگو دارم ما داریم دستاتو کنترل کن. با مشت بیرون این برنامه اصلا جوری میزنم تو من تو چالش نیاد. فرزام نیستی بیرون این مردم مشت من. پویا فکر تو میشونم بهشون تو چشام نگاه کن لحظه‌ای تکراری با این نیاد. دست من داری فشار میدی. باش صحبت میکنم. شما متشنج میکنین جواب. میتونم میکنم. همین کاراتون لاتش کرده پشت ولوم پایین. ولوم پایین. آره بعدی یه اختار یه مشت فکر گم شو. بزن. فرزام نیستی نزنی. گم شو. فرزام نیستی نزنی. تو ارزششو نداری. بچه‌ای ببین بچه‌ای تو بچه‌ای میشونم. کسی دست منو بگیره همه چی میشونم. من اینجا وایسادم. آقا ما یه سوال پرسیدیم. دیداد و فوش و فیل ببین تو که جلوی من بمونن چه پشت من یه ذره با تو حکم کره داد سرت بزنم حامله میشی بچه. یه ذره سرت داد بزنم حامله میشی. باشه مادر دادی. گوله هیکلتو نخورا. گوله هیکلتو نخور. اینجا وایسادم. بیرون اینجا هم هر جا بگی میام. بیا اصلا وسط فرشته بزن. خوبه بالا شهر تهران بزن. اصلا چرا من نیست واقعا دیوونه شدم به قرآن. یکی از وحشتناکترین صحنه‌های این فصل هم فحاشی بسیار زشت بهادر و فرزام نسبت به پویا بود که درست سانسور شد ولی بیننده‌های باهوش لبخونی کردن و فهمیدن هر دوشون به پویا بی‌احترامی کردن و گفتن صبر کن پویا مادر تو که اصلاً قابل پخش نیست. خب مرسی بچه‌ها که از اینجای ویدیو با ما هم بدترن. حداقل لایک و سابسکرایب یادتون نره. من با سوسیس ویدیوهای دیگه نمیشه. بدرود. پویا عبرتت میشم، نه دعوا، عبرت.
این برنامه 30 روز دیگه است. 35 روز دیگه. حالا وایسا.